سرخط خبرهای مهم. در حمله با کروکوس گمانبران نو اعلام می‌شوند. ماشین معروف جهانگردان چخ در کوههای تاجیکستان صدمه دید. و مدودیف گفت ضرور شود بمب‌های اتمی استفاده می‌کنند. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید و نوید بامدادی رو تماشا دارید. امروز دوشنبه 16 سپتامبر. در پرونده حمله تروریستی در تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال به احتمال زیاد نام گمانبران نو اعلان شوند. در این باره آژانس خبری رسمی تاس با تکیه به مواد پرونده که به دست این نشریه رسیده است خبر داده است. طوری در قرار دادگاه در مورد تمدیدی بازداشت یکی از متهمان زاده تاجیکستان محمد شریف زاده گفته می شود تفتیشات اساس دارد که هنگام در آزادی قرار داشتنش شریف زاده می تواند از مقامات تفتیشاتی پیشکی و سود پنهان شده با فعالیت جنایتی مشغول شود و با دیگر شریکان نامعلوم تماس گیرد و دلیل‌ها را نابود سازد که هنوز جمع آوری آنها انجام نیافته است گفته می شود در حجت. خود گمانبر اصرار داشته است که به گناهش قسماً اقرار است و آماده است با تفتیشات همکاری کند. دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو روز 28 آگوست مهلت حبس 5 گمانزده دیگری حمله به کروکوس سیتی هال را تا 3 ماه دراز کرد. نام این افراد باری اول رسانه‌ای شد. قبلا درباره این افراد و رابطه آنها با حادثه خبری نشر نشده بود. با سبب پوشیده بودن مرافعه نظر آنها معلوم نیست. از این پیش با قرار دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو مهلت حبس 11 زاده تاجیکستان که به حمله مرگبار به کروکوس سیتی هال در روسیه گمانبر هستند دراز شده بود. حمله به کروکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارس امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته بیش از 500 کس آسیب دیدند. تاکنون بیش از 10 نفر با گمان دست داشتن در این حمله به حبس گرفته شدند. مهاجران تاجیک میگویند پس از این حمله مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافت و وضعشان بدتر شد. جانب روسیه سنجش مهاجران را موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامید. تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که به ضرورت به روسیه نروند. در کوههای پامیر در منطقه اشکاشیم یک ماشین برنامه معروف چخی تاترا در اطراف جهاندو به صدمه دچار شد و با همین لایحه 5 ساله تلویزیونی پیش از وقت به انجام رسید. حادثه روز 5 سپتامبر در بلندی 3000 متر رخ داده است. 9 عضو دسته در این صدمه با جراحت‌های سبک جان به سلامت بردند و 8 نفرشان توانستند به پراگا برگردند. مؤسس لایحه مارک هابلیچیک در تاجیکستان در پهلوی ماشین معروفش باقی میماند. این ماشین تا زمان صدمه 175,000 کیلومتر راه از چخ تا آفریقا، از امریکا تا ازبکستان را به خطر طی کرده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز 12 سپتامبر تدبیرهای نجات این ماشین براه مانده شد. او از جمله گفت روز 12 سپتامبر ساعت 16:11 در یک جایگی با نجات دهندگان کسبی اگنتی آقاخان با استفاده از تکنیک مهندسی شرکت خطای автомашine تمغه بین که سنه 5 آگوست سال 2024 در دهه توغاز جمعیت دهاتی پیتوپی ناحیه اشکاشیم به صدمه دچار گردیده بودند از جای حادثه برآورده به جای بی‌خوف برآوردند. در 6 ماه سال روان در جنوب تاجیکستان نسبت 65 مرد که به فرزندانشان بعدی از همپاشی اویله کمک پولی یا الیمنت ندادند پرونده جنایی باز کردند. در دادگاه ولایت ختلان گفتند که نسبت این پدران برای سرکشی از تامینات فرزند حکم صادر کردند. بعضی این مردها را جریمه و چند نفر را از آزادی نیز محروم کردند. در یک نظرسنجی که همکاران ما در شهر بختار انجام دادند ساکنان فکرهای خود را در این باره گفتند. البته الیمنت دادن در کار دختری که کودک چون زنه ولی توی شواهد خیلی نمی‌نه کودکو گوشان تاشن البته ممکن میشه دادن در کار الیمنت دست اومده که فرزند چای کن باید الیمنت بده. فکر من همینه که معین شود که در اینجا سبب جدایی پدر یا مادر است. از همون سوری وقت میشه که این جدا شدن اولاها و ویرانسایی اولاها از سوی مادر هم میشود و پدر بیچاره به خاطر فرزندش الیمنت میسپره
باید باز پدر مادر رو باید نگاه کنند، باز فرزندای ایلوگی رو باید نگاه کنند. در اینجا وقتی که از ای با طرف یا پدر میشد یا مادر الیمنت اون شخص خورد، سببی همون ویرانشوی اویله در کی دیده می شود همون الیمنت باید خورد. فرزند شما هم هست، اگر آینده در کلان می شود همون گوید که همین پدر من است. وقتی که کودک کلان می شود، کمتر سن سالش کلان می شود، خودش به هیچی خلاصش هم میبره که پدرش اگر نگاه نکرد همون مادر گریت میکند، یک بار گریه ویا میبیند، دو بار گریه ویا میبیند، او هم همون را شوم میبینه. برای همون کار کنه که همون پگه کلان شد یک بار بگه پدری محای روش اوس کده گذاشته نرود. چی فکر دارم باید پرداخت کنم ویا هم پدر است. مثال وی مادر یک تا فرزند داشته باشد، خب اگر 3 تا یا 4 تا فرزند داشته باشد وی خودش تو چه خیلی میکند ویا فکر من که باید پرداخت کنم. ممکن ای حساب زندگی اگه نمیدونم سببش برای چی پرداخت نکنه. بعضی هاشون هست ای نمیتیه اگه هر کس فکر خودش رو دارد. مثلا این فکر من که باید پرداخت کنم. ممکن بعضی ها را میپرسن میگه که نه شرط نیست ای مجبور کنن اورگان چی کنن اورگان اورگان سب خبر بگیر چه اورگان ده این درسته. باید در عائله هم پدر هم مادر برای فرزندش دارن، باید بسپرن. وقتی که همین آدم‌ها و همین فکر می‌غلطن باید الیمنت رو هر وقت باید بگیرن. برای که وای فرزند دارن که برای اون همه وقت در وقتش روی همون الیمنت رو سپرن. این قانون باید الیمنت بسپرن برای فرزند همون اگر کمک شدن باید الیمنت هر یک شخص میسپره باید اینجور شدن دیدنش برای فرزند خوش الیمنت میسپره. من فکر میکنم این راه حل نیست. برای چی راه حل نیست که وای باقی مانده باید اویله و فرزند دیگر قسمتاش رو باید خرانند. راه دیگری حل شود در اینجا که اکثریت مادرها به خاطر همون الیمنت از اویله هاشون جدا میشوند، الیمنت گرفته زندگی شما پیشین برای اینکه دیگر رو خودم مشغول هستیم اما هر روزه در زندگی با چشمون میبینیم. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. حوثی‌های یمن صبح روز 15 سپتامبر به اسرائیل با موشک زمین به زمین حمله کردند. حوثی‌ها ادعا کردند که با این موشک به مرکز مهم نظامی اسرائیل حمله کردند و سیستم حفظ آسمانی این کشور گنبد آهنین نتوانست راه موشک آنها را بگیرد. مقامات اسرائیل گفتند که این موشک را راهگیری کردند و پره‌های آن در نزدیکی فرودگاه تل‌آویو افتاده است و کسی ضرر ندیده است. در شبکه‌های اجتماعی نوار سوختار در پی این حمله نشر شده است. حوثی‌ها گفتند که این تنها آغاز حمله آنها به اسرائیل بوده، حمله بزرگتر در پیش است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت به حوثی‌ها باید درس داد که برای حمله به خاک این کشور باید چی بهای را پردازند. حوثی‌های یمن آخر سال گذشته اعلام کردند که برای دفاع از مردم غزه به اسرائیل حمله میکنند و این گروه میگوید تا زمانی که اسرائیل جنگ را در غزه پایان ندهد آنها حمله هایشان را ادامه میدهند. ماه ایون این گروه به تل‌آویو با درون حمله کرد که در نتیجه آن 1 نفر کشته شد. حوثی‌ها یک گروه مسلح هستند که با پشتیبانی ایران قسم زیادی یمن را زیر نظارت دارند. مقامات روسیه تهدید میکنند که اگر کشورهای غربی به اوکراین اجازه دهند که با موشک‌های دورپرواز به خاک این کشور حمله کند، احتمال برای پاسخ بمب‌های اتمی استفاده شود. روسیه یک کشور است که سلاح هسته‌ای یا بمب‌های اتمی دارد. دمیتری مدودیف، پرزیدنت سابق روسیه که حالا رئیس شورای امنیتی این کشور است، روز 14 سپتامبر در صفحه تلگرامش گفت اگر با موشک‌های دورپرواز حمله شود در پاسخ کیف به خاکستر تبدیل خواهد یافت. او گفته است که کشورش از خواهان استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، ولی صبر روسیه هم حد دارد. 2 سال پیش نیز مدودیف از احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای هشدار داده بود. رسانه‌های غربی نوشتند که آمریکا و بریتانیا
ба Украина иҷоза медиҳанд ки бо мушакҳои дурпарвоз ба хоки Русия ҳамла кунад. ҳанӯз расман ин кишварҳо чунин иҷозаеро надоданд. вале ин мавзӯъ дар дохили Русия сару садои зиёдеро ба бор овард ва ҳатто Владимир Путин, президенти ин кишвар, низ ба он вокуниш кард. Русия соли 2022 ба Украина бедалил ҳамла кард ва ҳазорон нафар дар ин ҷанг куштаву бехонумон шуданд. ва дар бахши якрӯзи таърих аз муҳимтарин рӯйдоди таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳем. 16 сентябри соли 1997 комиссияи оштии миллӣ таъсис шуд ки ба он 13 намояндаи давлат ва мухолифон ду ҷониби ҷанги дохилии солҳои 90 тоҷикистон аъзо шуданд. Саид Абдуллоҳи Нурӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломӣ, раҳбари он ва муовини раиси маҷлиси олӣ Абдумаҷид Достиев муовини ин комиссион шуданд. таҳияи тарҳи ислоҳоти қонуни асосӣ, қонуни интихоботи маҷлиси миллӣ, назорат ва иҷрои барномаи ҳамоиши нирӯҳои мухолифон бо давлат аз корҳое буд ки ин комиссион баъди имзои созишномаи сулҳи тоҷикон анҷом додааст. 16 сентябри соли 2008 ширкати бритониёи Ernst & Young ба аудит ё санҷиши фаъолияти Бонки Миллии Тоҷикистон шурӯъ кард. Аудит бо талаби сандуқи байналмилалии пул барпо шуд ки дар моҳи марти соли 2008 душанберо дар додани маълумоти ғайривоқеӣ ба хотири дарёфти қарзҳои бо имтиёзи ин ниҳоди молия айбдор кард ва баъди ин сандуқи байналмилалии пул додани қарзҳои бо имтиёз ба Тоҷикистонро бас карду Тоҷикистон барои қарзгирӣ ба Чин рӯ овард. 16 сентябри соли 1937 зодрӯзи зилзилашиноси маъруфи тоҷик Собит Неъматуллоев аст. Неъматуллоев яке аз муҳаққиқони собиқадори масъалаи зилзилахез будани хоки Тоҷикистон аст ва давоми 40 сол раҳбарии пажӯҳишгоҳи зилзилашиносии Академияи илмҳои Тоҷикистонро ба дӯш дошт. субҳи имрӯз Бонки Миллии 1000 рубли русиро ба 116 сомонӣ, 100 евро ба 1182 сомонӣ ва 100 долларро 1066 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. назару пешниҳодҳои худро бароямон нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳдор.